از این دنیا برفته قیمت‌ترینم. کجا شد گوهر و هم زیور من؟ جهان به مادرم گویا که تنگ شد. کجا شد آن صفا از منظر من؟ مادر فرشته است که خداوند بر ما عطا کرده است. مادر به شما هیچ بهار زیبا و هیچ تیرماه پرفیض نخواهد بود. فیض زندگانی ما از شماست. مادر آفرنده حیات و ممات بوده، از همه قیمت‌ترین و عزیزترین شخص در عالم هستی می باشد. مهری به همتای مادر به مثل خورشید عالم است که به تمام عالم سخاوتمندانه نور می پاشد. عشق پاک مادر به مثال چشمه های پرجوش است که دشت و بیابان را گلستان می کند. شیرین‌تر و گواراترین و عزیزترین سخن این مادر می باشد. بیهوده مادر را بزرگ نگفتند. بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمت دنیا فرزند را به دنیا می آورد. گویا نکهت بوی گلهای بهاره به مشام مادر می رسد. پس از خدا خدای دیگری ما در زندگی مادر است. آغوچه لطه‌دار بود مادر من، قشلاقه خاکسار بود مادر من، یعنی که بزرگوار بود مادر من. در زندگیشان مزار بود مادر من. این شام یادی از مادر بزرگ خاندانی بعریفا نرزالای و آنا جان میکنیم. نرزالای و آنا جان سنه 20 فوریه سال 1944 در آله دهقان در دهه آزادگان سابق غریبک چشم به عالم هستی گشاده است. او در سن 7 سالگی به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 قدم می نهد و دبیرستان مذکور را با انتظام نمونوی ختم می کند. پدر و مادر با آرزو و هوس‌های زیاد آنا جان را در سن 16 سالگی عائله دار می کنند. او با امر تقدیر سال 1960 با عراقبای بعریف رشته عمر خود را می پیوندد. آنا جان زنی با عفت، با مدنیت، همسری مهربان، مادری خوش سخن، مادر کلان غمخوار بود. او زندگی آرام، آباد، مستقل، مستحکم داشت. او در زندگی یک جایش با شوهر مهربانش عراقبای صاحب 8 فرزند، 4 پسر و 4 دختر، 24 نبیره و 25 ابیره می گردد. او زنی صالحه و کدبانوی خاندان بود. 10 دستان این مادر بزرگ پر از هنر بود. او در برابر کدبانوی خاندان بودن چیوری ماهر بود. سالهای زیاد در کلخاز و پرورش تبک مشغول بود. نرزالای و آنا جان زنی نازنین بود که با حسنش دل بیننده را جلب میکرد. نرزالای و آنا جان با بعریف عراقبای عائله نمونوی و بهترین داشت. مادر عزیز خاندان آنا جان خود را خوشبخت می حسابید، زیرا یک فضای آسوده و آرام را کرده بود و از زندگی یک جایش با شوهر فرزندانش لذت می برد. تا آن دمی که دستی اجل به گریبان فرزند عزیز آنا جان که همگی 52 سال داشت بعریف با ملا رسید. پس از دست دادن فرزند با غم و غصه روبرو شد و باقی مانده حیات خود را در حسرت دیدار فرزند از دست دادهش با رنج و آزار درد جدایی سپری نمود. بله، مرگ فرزند برای هر یک پدر و مادر
تیغ الماس است. وجودشان را پاره پاره می سازد و ز چشمانشان نه اشک بلکه خون می ریزد. غم فرزند قامت مادر عزیزش را خم کرد و چشمان مادر را نم. مادر صبر خدا بر جانت، گلگشت تو شد مزار فرزندانت. نرزالای و آنا جان زنی مهنت دوست بود. او هر یک فرزندانش را با مهنت حلال به غایه رسانیده با تربیت نیکوی خود به شاهراه حیات مستقل گسیلانید. ولی در ایام دولت پیری راندن سنه 15 سپتامبر سال 2020 در سن 76 سالگی از مرگ نابهنگام این دنیای فانی را ابداً پدرود گفت. مادرم از دنیا برفت و من گدای مادرم، من گدای خنده های بیغبار مادرم. برای فرزندان مرگ مادر ضربه تلخ تقدیر بود. آنها مادر دلسوز، مهربان، نازنین، خوشگفتار و خوشرفتار را از دست دادند. تو شعر بهترین من، تو عطر یاسمین من، تو ماه نازنین من، خدای در زمین من. ایو مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایو مادر فدایت من. آنا جان مادری بزرگ بود. در معرکه فرزندان گل سری سبعت بود. او با نورش، با دست دعایش به معرکه فرزندان نور می پاشید. آه مادر، فرشته بی زوال، کوه بزرگ، دریای بی آخر، چه آرمانها را به خاک بردی. آه مادر، گلپوش شده گرد مزار مادر. بر مردن او لیک نداریم باور. گویند سری صغیره سخت است، حق است. سرسخت از آنیم که نداریم مادر. زی تو دورم برای تو، دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده‌ات بینم شود صد در تسکینم. دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر. دیگر بر خنده های تو دلم گم میزند مادر. دلم گم میزند مادر. نیم چون تکایی تو دلم گم میزند مادر.
دلم گم میزند مادر. فرزندان زیبونیسا، قمرنیسا، لغمان جان، توچی بای، حکیم جان، زرینه، توتینیسا امروز ناله دارند و میگویند مادر نابترین و خوشترین لحظه های حیاتمان شما بودید. ما چون پرنده های آزاد و خوشبخت با دل بیغش در گلباغ مهر شما زندگی میکردیم. شما در برمان بودید، غمی زندگی را نمیدانستیم. سری بلند و نوری چشم و دلی پر سلطانی دلی ما بودید. ای مادری جان، مادر بیا کتاب دل اشعار گریه شد، ظرفی صبوری زندگی سرشار گریه شد. چشمم برای دیدنت حیران و غمزده، شب تا سحر نخفته و بیدار گریه شد. فرزندان هرگاه با مقصد دیدار بینی به خانه پدر می رفتند، مادرشان با یک مهر بی اندازه شادی کنان به پیشوازشان می برآمدند. مادر خوشنظرم یک زن قشلاقی بود. کوچه و نان و فطیرش همه قیماقی بود. در سر خوان پدر جمله همه فرزندان شکر آن دوره و موقع غمی قشاقی بود. 5 ماه است که مادر در کنار فرزندان شوهر مهربانشان نیستند. مادری زیبا، خوشگفتار و خندان روی ما امروز روز مولود دارند. خمار سخنان شیرین شما گرفت. میگویند فرزندان راه به سوی خانه پدر گرفتند. پدر را در روی حوله دیده شاد گشته میگویند، ولی به شما خانه خالی است. نور و ضیای شما را در رسم پدر دیده ایم. سر به مادران بس سخت بود است. نمردم هیچ از سوز و غم تو، مرا باریده بر سر ژاله غم، نجاتم داد یاد هر دم تو. اگر امروز اجل امان میداد، مادری بهشتی نرزالای و آنه جان به سن 77 قدم میگذاشت. ولی افسوس یاد کردم همچو طفل آغوش گرمت مادرم. تا به کی تر می شود از آب دیده بسترم. هر کسی مادر دارد سرخوره و آتش است. به تو من ای مادری جان یک کف خاکسترم. از کی پرسم از کی فهمم من چرا به مادرم؟ دوستان من سری از تن جدا و به مادرم. گشته و برگشته می سوزد دلم بر حال خود، گر کسی اصلا نمی گوید من چرا به مادرم. امروز مرکه فرزندان به این مادر نور ندارد. فرزندان را خمار مادر پند و نصیحت های او می گیرد. مادر از دنیا برفت و من گدای مادرم. من گدای خنده های بی غبار مادرم. هر یک فرزندان در فراق مادر می سوزند و پزمان دیدن جمال زیبایش، شنیدن سخنهای دلپذیرش گشتند. آنها افسوس از آن می خورند که دوره های با مادر بودنشان مثل یک خواب و خیال شیرین در یک میژه زدن بگذشت و رفت. دهانم طعم تلخ دارد چه درد است، وجودم باز اندوهگین و سرد است. چرا تو آمدی فصل بهاران، مرا مادر درون خاک سرد است. در برابر فرزندان شوهر مهربان آنه جان اوراقبای از نبودن همسر مهربانش افسوس میخورد. زیرا این هر دو با هم جفت مناسب بودند و در طول 61 سال حیات یک جایشان همدم و همراز و همشین و همپیشه خوبی بودند. امروز فرزندان از بین خویش و تواران، یار و دوستان مادر بایداده خود را می جویند، ولی افسوس پیدا کرده نمی توانند.
از گذشته فقط یاد میماند و خلاص. چی کنیم که کار قسمت این است، هر که آمد می رود ولی هر که رفت دوباره بر نمی گردد. ما دست به دعا می برداریم که منزل واپسین این مادر بزرگ پر از نور الهی باشد. آمدم قبرت زیارت، یک دعا ده مادرم. بوسیدم خاک مزارت، یک دعا ده مادرم. تو درون خاک و من بالای خاکت خوار و زار، دیده این فرزندی زارت، یک دعا ده مادرم. گشتم پزمان روی و چهره نورانیت، تشنه گفت و گذارت، یک دعا ده مادرم. روزگارم تیره و خیره تپم بعد تو، بهر طفلی چشم چارت، یک دعا ده مادرم. یادتان بخیر مادری بزرگ خاندانی بریفا، آنا جان نرزالایوا. این سوگواره از نام شوهر مهربانتان عراقبای، فرزندان، کلینها، دامادها، نبیرگان. یادی مادر میکنم، یادی مادر، یادی مادر میکنم. من غریبم، من مسافر، حسرتی دیداری تو ای مادر من میکند دلگیر و دلگیر، میکند دلگیر و دلگیر. صدقه خاکی مزارت، لاله های داغ دارد، یادهای یادگارت، خاکدانی شور زارت. یادی مادر میکنم، یادی مادر، یادی مادر میکنم. قامتی سر بی تو خم زد، دادری امیدوارم. گریه بس کن خواهری جان، طاقتی اشکت ندارم. یادی مادر میکنم، یادی مادر، یادی مادر میکنم. خزان است در سری دال و درخت، همچو داغی لاله سوزد، در غمی تو نیمی بختت. یادی مادر میکنم، یادی مادر، یادی مادر میکنم. من غریبم، من مسافر.
حسرتی دیدار تو ای مادر من میکند دلگیر و دلگیر میکند